ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری و تمدن. وقتی که کوروش کبیر سال 539 تا میلاد شهر بابل پایتخت دولت مقتدر بابلستان را فتح کرده، برخلاف شاهان عهد باستان که معمولاً به کشتار و غارت می پرداختند، اعلامیه انتشار ساخت که در آن حفظ جان و مال و آزادی اعتقاد دینی شهروندان کفالت داده می شد. اعلامیه کوروش که از فرهنگ آریایی و عقاید انسان دوستی سرچشمه میگیرد، نخستین حجت تاریخی است که احترام حقوق، آزادی مذهب و اعتقاد و حفظ دارایی شهروندان را پشتیبانی کرده است. این اعلامیه که با نام استوانه کوروش مشهور است، در موزه بریتانیا محفوظ بوده شاید نمونه نخستین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باشد. به نظرم متن این اعلامیه را که با خط و زبان بابلی نوشته شده، ترجمه فارسی تاجیکی آن با سعی و اهتمام عالمی شناخته جمشیدوف به تب رسیده است آوردن از اهمیت خالی نیست. منم کوروش، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 4 مملکت، پسر کمبوجیا، شاه بزرگ، نواسه کوروش، شاه بزرگ از شاخه سلطنت ابدی که سلطنتش مورد خدایان و حکومتش به دلها نزدیک است. وقتی که به جنگ و جدال وارد بابل شدم، همه مردم خدوم مرا به شادمانی پذیرفتند. در قصر پادشاهان بابل به سریر سلطنت نشستم. مردوک خدای بابل دلهای نجیب مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را محترم و گرامی داشتم. لشکر بزرگ من با آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم صدمه و آزار به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و اماکن مقدس آن قلب مرا تکان داد. فرمان دادم که هیچ یک از خانه های مردم خراب نشود. خدای بزرگ از من خرسند شد و به من که کوروش هستم و به پسرم کمبوجیا به تمام لشکر من از راه عنایت برکت خود را نازل کرد. پادشاهانی که در همه ممالک عالم در سرزمین های خود نشستند، از دریای بالا تا دریای پایان، و پادشاهان غرب تماما خراج سنگین آوردند و در بابل بر پایهای من بوسه زدند. فرمان دادم که از بابل تا آشور و شوش و اکد و همه سرزمین هایی که در آن طرف دجله واقعند و از ایام قدیم بنا شدند، معابد را که بسته شده بود بگشایند. همه خدایان این معابد را به جایهای خود برگردانیدم تا همیشه در آنجا مقیم باشند. اهالی این محلها را جمع کردم و منازل آنها را که خراب کرده بودند از نو ساختم و خدایان سومر و اکه را بی آسیب به قصرهای آنها که شادی دل نام دارند بازگرداندم. صلح و آرامش را به تمام مردم عطا کردم. اعلامیه مذکور پدیده کاملا نوی سیاسی و فرهنگی بود. او به مثل شاهان پیشینه این منطقه مغلوبان را غلام خود اعلان نمی کرد. برعکس، کوروش عالی همتی سیاسی، عدالت و انسان دوستی به مثل نشان داده به خلقهای مغلوب آزادی و کفالت‌های حقوقی اعطا کرد. این اعلامیه بشردوستانه که میتوان نخستین سند کفالت آزادی مذهب و اعتقاد دینی و گذشته از این احترام حقوق شهروندان گوناگون ملت و مختلف آیین شمرد، از تمدن آریایی سرمنشأ گرفته است. شاید در تاریخ عهد قدیم این اعلامیه نخستین اقدام است سوی جامعه دنیوی و عدالت پرور که دیرتر توسط روشنفکران یونان و ریم به اروپا راه یافته زمینه جامعه حقوق بنیاد دنیوی و بشردوستانه را پدید آورد.